الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که آیا با پرداخت کردن مبلغ معینی به کنکورس اشتراک کردن جایز است و از همونجا یک چیزی را برد کردن آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. یعنی تصور مسئله این است که یک چند نفر یا نفرهای زیاد گوناگون در یک کنکورس اشتراک میکنند، همه مبلغ میپردازد، همه از اونجا یک چیپته میخرد یا که مبلغ معین در اونجا میگذارد و در آخر نتیجه این است که یکی از همون اشتراک کنندگان غالب می آید و چیزی را از همونجا برد میکند. 1000 نفر اشتراک میکنند، یک نفر در اونجا مثلا ماشین یا که یک چیزی دیگری را به قیمت گران برد میکند، اما پولی که اونجا گذاشته بود با اون مبلغی معینی که پرداخت کرده بود، اون مبلغش مبلغی بینات کم است، اما بر عوضش مبلغی زیاد یا که یک چیزی گران تر از قیمت پرداختش را میگیرد. البته این نمودی یعنی بازی ها، مسابقه ها همه اش ربوی هست. هر بازی، هر مسابقه، هر کنکورسی که نفرهای گوناگون، نفرهای زیاده در اونجا مبلغ میگذارند و بعد از این در نتیجه یکی از اونها غالب می آید و یک چیزی قیمت را به دست می آورد و دیگرها خسارت می بینند، این نمودی بازی ها، کنکورس ها، مسابقه ها ربوی هست. همون ربایی هست که الله حرام کرده است. حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا. الله ربا را حرام کرده است. این حرام است و این گناه کبیر است. انسانی که به این نمود عمل دست زده است باید توبه کند به سوی الله سبحانه و تعالی و اعتقاد کند که این عمل حرام است و دیگر به این عمل دست نزند، ترک بکند، توبه بکند. توبه یعنی ترک کردن از این عمل، پشیمان بشود و بارک الله فیک دیگر به همون عمل باز نگردد. فرق ندارد که این مسابقه کدام نمودی مسابقه است، کدام نمودی مسابقه باشد. هر مسابقه ای که خود بازی کننده ها یا از گرد و اطراف بازی کننده ها پول میگذارند و یکی از همین پول گذارنده ها غلبه میکند، غالب می آید، البته این ربا و ربوی بازی هاست. مسلمان باید از این نمودی گناهانی که کبیره هست دست کشد و توبه به سوی الله سبحانه و تعالی بکند. بارک الله فیکم.